واقعا چند نفرمون داریم زندگیمون رو طوری میگذرونیم که از تمام توان و ظرفیت هامون استفاده میکنیم. دارم از اون بیدار شدنی حرف میزنم که نه فقط با یه فنجون قهوه بلکه با یه انگیزه قوی و توقف ناپذیر برای رشد کردن، بهتر شدن و واقعاً شکوفا شدن شروع بشه. اگه این سبکی از زندگیه که دنبالشی، پس من برات 9 اصل فوق‌العاده از رواقیگری دارم. اینا فقط یه سری ایده نیستن، ابزارهای کاربردی هن که قرار ذهنتو تیزتر کنن و روحتو قوی‌تر. هر کدوم از این اصول بهت کمک میکنه تمرکز داشته باشی، با هدف حرکت کنی و توی مسیر خود واقعی خودتو پیدا کنی. اگه دنبال یه روتین صبحگاهی هستی که کمکت کنه ذهنتو متمرکز نگهداری و کیفیت زندگیتو بالا ببری، با من همراه شو. میخوایم وارد دنیایی بشیم که توی این دنیای پرسرعت و شلوغ بیشتر از همیشه به کارمون میاد. هر روز صبح که بیدار میشی به خودت یادآوری کن من توانمندم. این فقط یه جمله ساده نیست، یه اعلام حضوره، یه یادآوری قدرتی که درون خودته. موضوعی نیست که مغرور باشی یا خودتو دست بالا بگیری، موضوع اینه که محکم وایسی روی این باور که تو از پس هر چیزی که توی مسیرت سبز میشه برمیای. هر روز که بیدار میشی باید پاهاتو محکم بذاری رو زمین، با ایمان به این که تو همه چیز لازم برای روبرو شدن با چالش ها و استفاده از فرصت هایی که زندگی سر راهت میذاره رو داری. این جمله ساده میتونه تبدیل بشه به یادآوری روزانه که تو توانایی خرد و استقامت لازم برای موفق تر شدن توی وجودت رو داری. این فقط یه نگاه خوشبینانه نیست، یه طرز فکر محکم و ضروری برای اینه که بتونی با اطمینان و انعطاف از پیچیدگی‌های زندگی رد بشی. تو دنیایی که همیشه به دنبال پیدا کردن نقطه ضعف‌های ماست، این که خودتو باور داشته باشی خیلی حیاتیه. شک به دلت میاد، قطعاً میاد، اما همین یه جمله ساده میتونه نورت باشه برای برگشتن به اون هسته قدرت درونیت. هر بار که میگی من توانمندم، فقط خودتو قانع نمی کنی، بلکه داری با اون ذهنیتی میجنگی که شاید ناعادلانه تو رو کوچیک کرده باشه یا دست کم گرفته باشه. این یعنی بدون نیاز به تایید بقیه، بدونی کی هستی و چی تو چنته داری. تو میدونی دنیا پر از اتفاقای پیش بینی نشده است و بعضن خشن، ولی واکنش تو، طرز فکرت، باورت به خودت باید محکم و ثابت بمونه. وقتی این طرز فکر رو بپذیری، نحوه برخوردت با هر کاری، هر برخوردی و هر تصمیمی تغییر میکنه. دیگه فقط در برابر اتفاقات واکنش نشون نمیدی، بلکه خودت شروع کننده اون تغییر میشی که دلت میخواد ببینی. این اعتماد به نفس فقط توی خودت نمیمونه، بیرون میتابه و روی بقیه هم اثر میذاره. وقتی واقعاً به توانایی‌هات ایمان داری، این اعتماد رو به اطرافیانت هم منتقل میکنی. یه چرخه مثبت میسازی که هر بار باور تو رو به خودت قوی تر میکنه. چند بار شده که به خودت بگی نمیتونم، بذار ورقو برگردونم. تو کاملا میتونی. اون قدرت رو داری که واقعیت رو شکل بدی. اون فیلسوف‌های باستانی که از خرد یه سبک زندگی ساختن، باور داشتن که ادراک ما واقعیت ما رو میسازه. یعنی چی؟ یعنی اون طرز فکری که باهاش به شرایط نگاه میکنی و روایتی که برای خودت از توانایی‌هات تعریف میکنی میتونه کل مسیر زندگیتو عوض کنه. وقتی این ذهنیت رو بپذیری که من واقعیت خودم رو میسازم، یعنی مسئولیت کامل زندگیتو قبول کردی. میفهمی که هر تصمیم، هر واکنش، هر فکر یه نقش داره توی نقاشی زندگیت. این نگاه نه انکار سختی هاست، نه نادیده گرفتن مشکلات. برعکسه، یعنی بپذیری که سختی هست، اما در عین حال باور داشته باشی که تو میتونی از دل همین سختی ها عبور کنی، شکلشون بدی یا حتی ازشون نردبون بسازی برای یه چیز بزرگتر. این اصل به همون یاد میده که منتظر تایید بقیه نباشیم یا دنبال زمان مناسب برای حرکت کردن نگردیم. چرا باید صبر کنیم تا یه لحظه ایدئال بیاد؟ وقتی میتونیم اون لحظه رو خودمون بسازیم. هر روز پر از فرصت‌های برای اینکه کنترل زندگی تو به دست بگیری، تصمیم بگیری و مسیر تو خودت انتخاب کنی. فرقی نمیکنه بخوای مسیر شغلی تو عوض کنی،
رابطه هاتو بهتر کنی یا بری سراغ یه پروژه شخصی. چیزی که تو رو به حرکت در میاره باورته. تصور کن هر روز با این اطمینان شروع کنی که اختیار کل روز دست خودته. این تویی که تصمیم میگیری هر برخورد و شرایطی رو چطور ببینی و چطور بهش واکنش نشون بدی و با نگاهی فعالانه به چالش ها نگاه کردن فقط باعث نمیشه یه سری امکانات جدید برات باز بشه، بلکه اونا رو چند برابر میکنه. وقتی با این باور زندگی میکنی که قدرت ساختن واقعی تو داری، این باور خودش رو توی رفتارت نشون میده. تصمیم گیری هات سریعتر و قاطعتر میشن. ریسک پذیریت بیشتر میشه و تاباوریت در برابر سختی ها بالاتر میره، چون میدونی هر قدمی که برمیداری مثل یه ابزار مجسمه سازی داره شاهکار زندگیت رو شکل میده. ادعای این قدرت برای شکل دادن به واقعیت حس توانمندی میده، اما یه مسئولیت هم داره. یعنی باید آگاهانه افکارت و نگرشت رو مدیریت کنی. هر بار که با خودت میگی میتونم، یه لایه به استواری ارادت اضافه میکنی و هر میتونم یه قدم به جلو هلت میده. وقتی این باور رو توی ذهنت تکرار میکنی که من میتونم واقعیت خودم رو شکل بدم، نه تنها نگاهت به دنیا عوض میشه، خیلی وقتا پیش میاد که خودمون رو توی حسرت‌های دیروز یا نگرانی‌های امروز گم میکنیم. اما بهت بگم یه راه دیگه هم برای شروع زندگی، اگه بهت بگم یه راه دیگه هم برای شروع روز هست چی؟ یه راهی که هم برات وضوح میاره و هم حس موفقیت. هر صبح وقتی با خودت تکرار میکنی مسیر من روشنه، فقط داری یه جمله نمیگی، داری یه نیت مشخص میذاری برای شروع روزت. این مانترا یا تکرار ذهنی به معنای نادیده گرفتن موانع نیست. قطعاً زندگی پر از چالشه، اما باید این نگاه که مسیر من روشنه، دیگه اون موانع رو به عنوان سد نبینی، بلکه میفهمی بخشی از مسیرت هستند. هر مانع میتونه یه پله باشه، نه یه سنگ جلوی پا. یعنی چالش ها رو ببینی اما ازشون به عنوان سوختی برای حرکت به جلو استفاده کنی، نه چیزی که سد راهت بشه. وقتی با این ذهنیت شروع میکنی که مسیرت واضحه، فقط به خودت انگیزه نمیدی، داری مغزتو برای تمرکز روی راه حل‌ها و پیشرفت برنامه ریزی میکنی. این وضوح ذهنی قرار نیست جادویی موانع رو محو کنه، بلکه کمکت میکنه خیلی مؤثرتر از پسشون بر بیای. هر چالش تبدیل میشه به یه درس در لباس مبدل و هر درسی که میگیری بهت حکمتی میده که راهتو حتی توی تاریک‌ترین لحظه ها هم روشن نگه میداره. ایده اینه که کورکورانه حرکت نکنی، بلکه با دید روشن از جایی که میخوای بری قدم برداری و از پذیرش این که رسیدن بهشون قراره چی ازت بخواد. این یعنی هدف استراتژیک، چیزی که وقتی ممکنه که واقعاً بدونی کجا داری میری. البته اینم نمیگه که مسیرت همیشه صاف و بدون پیچ و خم خواهد بود، بلکه میگه تو انعطاف پذیر و استوار باقی میمونی، حتی اگه لازم باشه گاهی جهتتو تغییر بدی. اما چشم از مقصدت بر ندار. ایده مسیر روشن بهت کمک میکنه اون بارهای اضافی شکستهای قبلی و ترسهاتو بریزی دور. خیلی راحت میتونیم با خودمون این بارهای سنگین رو بکشیم. بذاریم جلوی دیدمون رو بگیرن، سنگینمون کنن. اما وقتی به خودت داری یادآوری میکنی که مسیرت روشنه، داری به خودت اجازه میدی که اون وزنها رو بندازی زمین. خودت رو باید بابت اشتباهات گذشته ببخشی. توی راه رسیدن به رشد شخصی یادت باشه که پیشرفت یک تعهده. هر روز باید قوی تر بشیم. جمله من هر روز قوی ترم یه عبارت ساده است اما خیلی عمیقه. یه یادآوری قوی که مسیر رسیدن به خودته، نسخه خودت، یه فرایند مداومه. قرار نیست یه شبه به کمال برسی، اما هر روز یه قدم بهش نزدیکتر میشی. رشدتو ببین، مسیرتو دوست داشته باش و درک کن که هر چالشی که باهاش روبرو میشی و هر اشتباهی که مرتکب میشی یه فرصت برای گرفتن و ساختن شخصیت قوی تر. این فلسفه بر پایه این درک بنا شده که رشد یه مسیر خطی و صاف نیست،
بعضی روزا کلی پیشرفت میکنی، بعضی روزا ممکنه چند قدم عقب برگردی، ولی حتی اون روزا هم مهمن، چون پر از درسایی هستند که برای قوی‌تر شدن شخصیتت لازمن. هر لغزش، هر چالشی که تو مسیرت پیش میاد نشونه شکست نیست، بلکه یه زنگ بیداریه که برای یاد گرفتن و مقاوم‌تر شدن. وقتی از این زاویه به مسیرت نگاه کنی، هر مانع تبدیل میشه به فرصتی برای امتحان کردن ارادت و تقویت توانایی‌هات. رشد روزانه یعنی آگاهانه پیشرفتاتو ببینی و براشون جشن بگیری، حتی اگه کوچیک باشن. این میتونه یاد گرفتن یه مهارت جدید باشه، غلبه به ترس، یا فقط اینکه یه موقعیت استرس‌زا رو بهتر از قبل مدیریت کنی. با شناخت و قدردانی از همین پیروزی‌های کوچیکه که بلکه این به معنی اینه که با خودت صادق باشی و مسئولیت انتخاب‌ها و عمل‌هات رو بپذیری. وقتی از بهانه‌ها دست می‌کشی، قدرت تغییر، پیشرفت و تأثیرگذاری روی اهداف خودت رو دوباره به دست میاری. از دیدگاه فلسفه رواقی این خیلی حیاتیه که تمرکز خودت رو فقط روی چیزایی بذاری که کاملا در کنترلت هستند، اقدام‌ها، واکنش‌ها و نگرش‌هات. هر وقت با موقعیت چالشی یا شکست مواجه میشی، دو انتخاب داری. میتونی بهانه‌ای بسازی یا با مسئولیت و هدف مستقیم با اون مواجه بشی. بهانه‌ها ممکنه به نظر بیاد که یه راه آسون برای فرار از مسئولیت‌هات باشن، اما در واقع فقط ما رو به همون نقطه میچسبونن و در یه حلقه بیپایان از نارضایتی و پشیمونی نگه میدارن. برعکس، وقتی مسئولیت میپذیریم به خودمون قدرت میدیم تا یاد بگیریم، رشد کنیم و به جلو حرکت کنیم. این یعنی مالکیت کامل بر روایت زندگیت و فعالانه شکل دادن به اون، به جای اینکه به عنوان یه شخصیت منفعل تو داستانی که شرایط و ترس نوشته باقی بمونی. رد کردن بهانه‌ها یعنی فعالانه با خودمون روبرو بشیم و سوالات تکراری مثل این خیلی سخته، وقت کافی ندارم یا من به اندازه کافی خوب نیستم رو به چالش بکشیم. این شامل یه خود ارزیابی دقیق و تعهد به عبور از ناراحتی‌ها و سختی‌هاست. این فلسفه به معنای سختگیری بیمورد به خودت نیست، بلکه یعنی اینکه واقعاً با خودت صادق باشی و اجازه ندی که بهانه‌ها تو رو از پیشرفت باز دارن و تصمیمات ما حتی گاهی بیش از اون که خودمون اونها رو تعیین کنیم در حقیقت نظرات دیگران میتونه ما رو از مسیر اصلیمون منحرف کنه و باعث بشه که تحت تأثیر احساسات و قضاوت‌های بیرونی قرار بگیریم. وقتی که از فلسفه رواقی پیروی میکنیم به این باور میرسیم که نظر دیگران نمیتونه ما رو تعریف کنه. اون وقته که میتونیم یه مرکز درونی مستحکم بسازیم که هیچ چیز نمیتونه اونو لرزان کنه. این به این معنی نیست که بی تفاوت به نظر دیگران باشیم یا در ارتباط اجتماعی بی محابا عمل کنیم، بلکه به این معناست که باید خودمون رو از شر فشارها و انتظارات بی اساس بیرونی رها کنیم و بر اساس ارزش‌ها و اصول خودمون عمل کنیم. ما باید قادر باشیم تا نظرات منفی یا انتقادات بی مبنا رو رد کنیم و به جای اون بر روی اهداف و مسیرهای خودمون تمرکز کنیم. در واقع وقتی که میپذیریم نظرات خارجی نمیتونن بر مسیر زندگی ما تأثیر بذارن، آزادی واقعی رو به دست میاریم. این آزادی باعث میشه که به خودمون اعتماد بیشتری داشته باشیم و در موقعیت‌های چالشی بتونیم به راحتی تصمیم گیری کنیم بدون اینکه تحت تأثیر ترس یا شک و تردید قرار بگیریم. در نهایت قدرت درونی ما زمانی آشکار میشه که ما بدون نیاز به تایید دیگران به زندگی خودمون ادامه بدیم و از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منحصر به فرد خودمون بهره ببریم. اگه اینو درک کنیم که هیچ چیزی به جز تصمیمات خودمون نمیتونه مسیر زندگیمون رو تعیین کنه، اون وقته که میتونیم به سمت زندگی حرکت کنیم که نه تنها پر از موفقیت‌های شخصیه، بلکه منبع الهام و تأثیر برای دیگران هم هست. زندگیمون رو از قید و بند نظرات بی اساس رها کنیم و به دنبال حقیقت درونی خودمون باشیم. ممکنه رفتارمون، نوع لباس پوشیدن یا حتی طرز فکرمون رو تغییر بدیم، فقط به خاطر اینکه فکر می‌کنیم دیگران چطور ما رو می‌بینن.
یا چه انتظاری ازمون دارن. ولی اینجا یه ایده تغییر دهنده داریم. نظرات اونا واقعیت شما رو تعریف نمی‌کنه. فقط شما هستید که هر بار با یادآوری این موضوع قدرت تغییر و کنترل روی زندگیتون رو به دست میارید. وقتی نظرات خارجی شما رو تحت تأثیر قرار نده، یه تیکه از خود مختاریتون رو پس میگیرید. وفادار بودن به مسیر خودتون یعنی این که ارزش‌ها، قضاوت‌ها و باورهای خودتون رو بیشتر از شلوغی و حرفای جمع بشناسید. یعنی تصمیم بگیرید که کی هستید و میخواید چه کسی بشید. طبق همون هویت زندگی کنید، حتی اگه فشارهای بیرونی یا انتقادهایی بشنوید. این به معنای بی‌توجهی به همه بازخوردها یا زندگی کردن در تنهایی از افکار و احساسات دیگران نیست، بلکه یعنی تشخیص بدید کدوم صداها به رشد شما کمک میکنه و کدوم مانع رشدتون میشه. حفظ قلعه درونی شما فقط با نادیده گرفتن حرفای دیگران نیست، بلکه باید خودتون رو با حکمت، مهربانی و تاباوری تقویت کنید تا وقتی که با انتقاد یا تمجید روبرو میشید بتونید با احترام قبولش کنید و هیچ چیزی از حس واقعی خودتون کم نکنه. اگه رفتارتون نمایانگر خود واقعی شما باشه، نه نسخه‌ای که به خاطر انتظارات بیرونی ساخته شده، وقتی که با ارزش‌ها و اهداف خودتون زندگی می‌کنید، به یک الگو برای دیگران تبدیل میشید. دیگران رو الهام میزنید تا مسیر خودشون رو پیدا کنن و در برابر قضاوت‌های اجتماعی غالب بایستن. رواقی‌گری به ما آموزش میده که خودمون رو در لحظه حال ریشه دار کنیم. من لحظه حالو میپذیرم یه جمله قدرتمندیه که جوهر زندگی کردن با ذهنیت کامل و هوشیارانه رو در خودش داره. با پذیرش این طرز فکر ما عمیق‌تر با زندگی در لحظه به لحظه درگیر میشیم. وقتی شما متعهد میشید که لحظه حال رو در آغوش بگیرید، یعنی دارید از افسوس‌های گذشته و اضطراب‌های آینده دست میکشید. این به معنای نادیده گرفتن گذشته یا غفلت از آینده نیست، بلکه یعنی تمرکز انرژی و توجه شما روی الان، جایی که واقعا زندگی اتفاق میفته است. این یعنی متوجه بشید که بیش از حد به گذشته یا آینده فکر کردن میتونه لذت لحظه حال رو از شما بگیره. هر بار که به خودتون یادآوری میکنید که لحظه حال رو در آغوش بگیرید، شما عمدن تصمیم میگیرید که سایه های دیروز یا پژواک های فردا نتونن شما رو از شور و اشتیاق امروز منحرف کنن. این فلسفه به شما کمک میکنه که ذهنیت مقاوم و مستحکم بسازید. یاد میگیرید که هر لحظه رو به خاطر چیزی که به شما ارائه میده قدردانی کنید. از گذشته یاد بگیرید بدون اینکه بهش چسبیده باشید. برای آینده برنامه ریزی کنید بدون اینکه کاملا درگیرش بشید. این تعادل هدف رواقی‌گریه، حفظ آرامش در برابر بالا و پایینای زندگی. وقتی که در لحظه حال زندگی می‌کنی، توانایی شما برای پاسخ دادن به نوسانات زندگی با ذهنی واضح و قلبی ثابت بیشتر میشه. پذیرفتن لحظه حال همچین توانایی رو برای واکنش به چالش‌های زندگی بهبود می‌بخشه. به جای واکنش بر اساس ترس یا عادت، شما با قصد و هدف عمل می‌کنید. چون ذهن شما پراکنده نیست و فقط روی حال حاضر متمرکزه. این تمرکز باعث میشه که خلاقیت، توانایی حل مسئله و ارتباط با دیگران رو بهبود ببخشید. شما بیشتر به جزئیات تعاملات و محیط‌ها توجه میکنید و تصمیم‌های عاقلانه تری میگیرید. علاوه بر این، وقتی که لحظه حال رو در آغوش بگیرید، بیشتر با اطرافیانتون درگیر میشید. بهتر گوش میکنید، بیشتر متوجه میشید و فعالانه در ارتباطات شرکت میکنید. این میتونه منجر به روابط عمیق‌تر و رضایت بخشتر هم در زندگی شخصی و هم حرفه‌ایتون بشه. همچنین به شما این فرصت رو میده که از لذت‌های ساده زندگی مثل طعم قهوه صبحتون، احساس نور آفتاب روی پوست یا خنده عزیزانتون لذت ببرید. این لحظات شاید به نظر کوچیک بیان، ولی تأثیر عمیقی روی خوشبختی و رفاه کلی ما دارن. ممنون که امروز با من همراه بودید. یادتون باشه که قدرت زندگی کردن به یه زندگی واقعی و پربار در آغوش گرفتن هر لحظه است. اینو هر روز تمرین کنید. ببینید چطور زندگیتون پررنگتر و معنادارتر میشه.
بهتون پیشنهاد میکنم یکی از ویدیوهای پیشنهادی روی صفحمون رو تماشا کنید تا سفر خودتون رو در یادگیری هنر زندگی خوب ادامه بدید. ممنون که بخشی از این جامعه هستید و یادتون باشه که هر روز یه فرصت جدید برای زندگی کردن به طور عمیق و خردمندانه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.